کن خودرو به سر بی 50 که شکلات داره تحویل میده. دارید ببینید که رادیاتور آب روغن قاطی کرده موتور و تمام روغن گیربکس وارد رادیاتور شده. دوستان عزیز، دلیل این آب روغن قاطی کردن رادیاتور رو میخواستم بهتون بگم. یه قطعه‌ای هست به نام خنک کن گیربکس که داخل روی گیربکس نصب میشه. مشاهده حضور داشته باشید که نو شد. این قطعه زمانی که خراب میشه روغن نفوذ میکنه به رادیاتور یا برعکسش و باعث میشه که آب و روغن با هم دیگه قاطی بشه و مشکل درست کنه برای گیربکستون. حتما قابل توجه داشته باشید. هر 30,000 تا 35,000 تا باید تعویض